درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار سیوم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. از نمونه ادبیات ایران. کاش که اندر جهان شب نیستی، یا مرا هجران آن لب نیستی. زخم عقرب نیستی بر جان من، گر ورا زلفی معقرب نیستی. ور نبودی کوکبش در زیر لب، مونسم تا روز کوکب نیستی. ور مرکب نیستی از نیکویی، جانم از عشقش مرکب نیستی. ور مرا بی یار باید زیستن، زندگانی کاش یارب نیستی. معلوم می شود که در زمان دقیقی کلمه نیستی را به معنای نبودی و نمی بود به کار می داشتند. از بهارستان جامی. من اینجا دیر ماندم، خار گشتم. عزیز از ماندنی دایم شود خار. چو آب اندر ثمر بسیار ماند، عفونت گیرد از آرام بسیار. آقاچی بخارایی، اسمش میرزا ابوالحسن، از امرای آل سامان، از آتشکده. اگر از دل حصار شاید کرد، جز دلی من تو را حصار مباد. مهربانی تر شماری نیست، زندگانی را شمار مباد.
هوا در نگر که لشکری برف چون کنند اندرو همی پرواز راست همچون کبوترانی سفید راه گم کردگان ز هیبتی باز. از نمونه ادبیات ایران آغاچی در توصیف خود گفته: ای آن که نداری خبری از هنری من، خواهی که بدانی که نیم نعمت پرورد، اسب آر و کمان آر و کمند آر و کتاب آر، شعر و قلم و بربط و شطرنج و می و نرد. ابونصر فارابی 339 از نمونه ادبیات ایران. اسرار وجود خام و ناپخته بماند، وان گوهری بس شریف ناسفته بماند. هر کس به دلیل عقل چیزی می گفت، آن نکته که اصل بود ناگفته بماند. خطاب به افلاک. ای آن که شما پیر و جوان دیدارید، از رق پوشان این کهن دیوارید. طفل ز شما در بر ما محبوس است، او را به خلاص همت بگمارید. در قاموس الاعلام که اثری شمس الدین سامی بیک است، در استانبول طبع یافته، فاراب را در شماری عروض سیحون سیر و نزدیکی بلاساغون و ابونصر فارابی را به آنجا منسوب نوشته است. معنوی بخارایی. در نمونه ادبیات ایران در ذیل شعرای دور آل سامان نوشته شده است: هرچی کان بر تن تو زهر بود، بر تن مردمان مدار چنوش. ندهی داد دادی کس مستان، انگبین خر مباش و زهر فروش. مجدالدین ابو اسحاق کسایی، تولد سال 341.
صاحبی آتشکده از شعرای مرو شمرده است. از مرثیه‌ای که به وفات نوح ابن منصور 387 گفته است معلوم می شود که از شعرای آل سامان است. مرثیه آتشکده. جنازه تو ندانم کدام حادثه بود، که دیده ها همه مسقول کرد و دل مجروح. ز آب دیده چو طوفان نوح شد همه مرو، جنازه تو در آن آب همچو کشتی نوح. به نوبهار جهان تازه گشت و خرم شد، درخت سبز علم گشت خاک معلم شد. نسیم نیمه شبان جبرئیل بود مگر، که بیخی شاخی درختان خشک مریم شد. از نمونه ادبیات ایران. به 341 رسید نوبتی سال، 4 شنبه و 3 روز باقی از شوال. بیامدم به جهان تا چی گویم و چی کنم، سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال. ستروار به دنیا گذاشتم همه عمر، که بردگشته فرزندم و اسیر یار. به کف چی دارم از این پنجه شمرده تمام، شماری خانه با 100,000 گونه و بال. من این شمار در آخر چگونه فصل کنم، که ابتداش دروغ است و انتهاش محال. درم خریده آزم، ستم رسیده حرص، نشانه حدثانم شکار ذل سؤال. دریغ فردی جوانی، دریغ عمری لطیف، دریغ صورتی نیکو، دریغ حسن و جمال. کجا شد آن همه خوبی، کجا شد آن همه عشق، کجا شد آن همه نیرو، کجا شد آن همه حال. سرم به گونه شیر است و دل به گونه گور، رخم به گونه نیل است و تن به گونه نال. نهیب مرگ بلرزاندم همه شب و روز، چو کودکانی بدآموز را نهیب دوال.
گذاشتیم و گذشتیم، بودنی همه بود. شدیم و شد سخنی ما، فسانه اطفال. ایا کسایی 50 بر تو پنجه گذاشت، فکند باد تو را زخم پنجه و چنگال. گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت. مردم کریم تر شود اندر نعیم گل. ای گل فروش، گل چی فروشی برای سیم؟ وز گل عزیزتر چی ستانی به سیم گل؟ ابو علی سینا 373 427. ابو علی سینا سیمایی است که مانندش را تا حال زمانه نشان نداده است. تمام مردم دانشمند شرق و غرب احترام او را لازم دانستند. صاحب آتشکده وفاتش را سال 447 نشان داده. از نمونه ادبیات ایران. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت. ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی. گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. از قعر گلی سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. با این دو سه نادان که چنان می دانند،
از جهل که دانای جهان آنانند. خر باش که این جماعت از فرط خری، هر کو نه خر است کافرش میخوانند. کفری چو من گزاف و آسان نبود، محکم تر از ایمانی من ایمان نبود. در دهر چو من یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. در صفتی باده گوید غذای روح بود، باده رحیق الحق. که رنگ و بوش زند رنگ و بوی گل را دق. غلامی آن می صافم که از رخ خوبان، به یک دو جام برآرد هزار گونه عرق. به طعم تلخ چو پندی پدر ولی مفید، به پیش جاهل باطل به نزد دانا حق. حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق. چو بو علی تو اگر می خوری حکیمانه، به حق حق که وجودت به حق شود ملحق. امیر معیزی سمرقندی ابن امیر برهانی سمرقندی. وفاتش 542 هجری در مرو، در نمونه ادبیات ایران و در آتشکده سمرقندی نوشته شده است، اما خزانه آمیره نیشاپوری و دولت شاهی نیسایی می نویسد. از نمونه ادبیات ایران. طال اللیالی بعدکم و بیض عینی من بکا، یا حبذا ایامنا فی وصلکم یا حبذا. دوشان نگارین روی من، آمد به مستی سوی من. تا شد ز رویش کوی من، چون طور سینا پرضیا. تیره شب کز حاویه، دادی نشان هر زاویه. چون قطره ها از راویه، پیدا کواکب بر سما. نور از کواکب کاسته، دود از جهان برخاسته. چون مردمی بی خواسته، عالم ز زینت بی نوا.
بر جانبی مشرق شفق، چون لاله بر سیمین طبق، کوکب به گردش چون عرق، بر عارضی معشوق ما. انجم چو زری جعفری، بر گنبدی نیلوفری، چون دسته گل مشتری، چون نقطه سیمین سها. تابنده ماهی یک شبه، زهره چو زرین مشربه، با نور ظلمت چون شبه، آمیخته با کهربا. از آتشکده. ای باغ تو و بزم تو و سوری تو خرم، می نوش در این باغ، در این بزم و در این سور. بینگر که شجر هست پر از عنبری سارا، بینگر که چمن هست پر از لؤلؤی منشور. اندر دهنی قمری یکان ساخته بربط، واندر گلوی فاختگان ساخته تنبور. آراسته بزمی تو پر از بچه حور است، از بچه حوران بستان دختری انگور. ای بتی مجلس فروز، امروز اگر با ماستی، مجلس ما خرم استی، کار ما زیباستی. خفته و مست است دلداری که از ما غافل است، عیش ما خوش نیست بی او، کاش که با ماستی. گرچه می خورد است و از مستی خراب اندر شده، هم توانستی بری ما آمدن گر خواستی. بی رقیب آفتاب اندر فلک تنها رود، آفتابی دیگر استی، کاش که تنهاستی. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори сеюмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.